سلام رفقا، چطورین؟ فرشادم لکتر. خوش اومدین به چنل یوتیوب من. رفقا اومدیم با همون بازی بزرگوار خیابان نه بچه، یه همچین اسم داره. این پارت 2. پس حتما قبل از تماشای پارت 2 برید و پارت 1 رو ببینید و قبل از همه این چیزا حمایت فراموشتون نشه. لایک، کامنت و سابسکرایب. گشاد بازی در نیارید. اون زنگوله رو هم بزنید که هر وقت من فیلم گذاشتم شما سریع بتونید بیایید و تماشا کنید. مخلصیم بچه ها، بریم تو بازی. و اینکه بچه ها سرما خوردم، افتضاح سرما خوردم. چی بود این؟ این چی بود؟ چی بود؟ فاک. چیه؟ من صداشو کم کنم چون یکم میترسم. دهن تو میدم، دهن تو. بچه ها اینو بگم که حدس میزنم سیو بازیم با اون پارت قبلی خیلی در حد 5-6 دقیقه فاک هماهنگ نیست. خیلی چیز مهمی نیست، یعنی نگرانش نباشید، چیز خاصی از دست ندادید. تو چی هستی؟ فاک. سلام علیکم. Erwin, have you seen a white toy here, like a monkey? I'm Max. We know all about you. We've been watching you. We've been waiting for a long time. که خیلی وقت منتظر تویم که بیا اینجا و It's cold and scary. I have been searching for this toy for a long time, but I haven't found anything. The dollmaker hated to punish me. And what is this? The kids put the lock so you wouldn't run away too soon. Instead of a key, each child used a label from their toys, given by the toy maker before we found ourselves here. من الان بین اینا نگران سیوم هم که بازی چی شد، ولی خب فدا سرتون. مهم خب بگو که آره اینو بگو. You are our salvation. It is not finished yet. The doll maker made the doll from our best body parts, but we didn't have time to insert the heart. But it's okay. Soon it will tear out your heart and Shit. become نه. kind. And we will نخوای finally rest. کسنگست در داری. That would be great. The camera that the doll maker built into the toy will help you find it. He used cameras to watch the children and select the best. You will find access to the cameras on this tablet. حل سلطون. سلطون اسخوله نگاه کن. این نقاشیه این طبقه پایین نبود؟ اینقدر با اطمینان گفتم که میترسم برم پایین و برینم. اینجاست عروسک
خب من الان بین ویدیو تاول درس کردم. ببخشید سرما خوردم بچه ها، افتضاح. فاک این پارتم تا اومدم بگیرم بار سومه. یه بار برق رفت، یه بار بازی انداختم بیرون، یه بار سومه. من امیدوارم که این اسباب بازی بتونه تو رو خوشحالت کن. هشتی تو ما رو سرویسمون نکن، پیشکشت. شومینه است، شومینه است. این اونی که پیدا کردیم اگه خاطرتون باشه تو اون اتاقه. بچه ها یه جوری ریدم به خودم. وای وای وای. من ریدم تو این بطری ها. من تو هرچی بطری ریدم. فاک مشتی تو انگار دوختنه. باید غذا بیاریم. من درک نمی کنم گوز بریم بس غذا بیاریم. حاجی دوخته بود لباشو. خیلی کار شنیه. ریدم تو این عکس‌ها. فکر نکنم به این راحتی بتونیم که ما غذا تهیه کنیم. آقا من حس میکنم ایشون اون کسیه که داره ما رو اینجا مورد پاره شدن احتمالا توی یخچال. شاید دم همه رو دارم. اوه نایس. داشتم خیلی رندوم هی میزدم تا پیداش. خب بریم یک لقمه نان و خورما به این رفیقمون بدیم. فاک 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 فاک. رفیقم you good you have a graphic shit. تو خیلی چیز خیلی خوبی به هر حال و آینده خوبی هم داری و مراقب خودت باش. مشتی اگه تو بذاری یا صحابی پیامبر. چی گفتم؟ از ترس چی گفتم؟ شت وای دهنتو گاییدم. کسکی فوش دادم دوباره. فوش بده. فوش وای 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 وای. I didn't have any feeling. داره شروع شد. من دوست نداشتم. خب بکیرم آقای محترم، خانم عزیز، بکیرم که دوست نداشتی. یا 10 تا رفیقا منو بردار رو خودم. خب تو سعی کنم با اسباب بازیام مثلا رفیق شم و درستشون کنم و اینا، ولی اونا که زنده نبودن.
آیمد ما اول عروسکم رو ساختم با یه گربه که انگار روح داشت. بعد دیگه با پرنده و کوفت صدا میاد تو گوشم، پرنده و سگ و انسان، یه آدمی که بهش ماشین زده بود که انگار زنده شد و آره. بچه خیلی نگرانم که فکر کنم سیوم افتضاح پاس شد نسبت به پارت 1. حالا هر جاش ندیدید یه فدا سرتون، مهم اینجا باشه، اینجاهاش. انگاری که داره چیزی میتراشه. چیه اونجا رو بکنم؟ حس میکنم خیلی افتضاح دارم میفهمم ترجمه ها رو. خب به خاطر اینکه دماغم کشم والا معذرت کنم بچه، سرما خوردم بد. Take care of you. Shit. Fuck. وای وای، تو رو ناموست بذار بری. ناموست بذار که بری. وای وای، اینا روحن، اینا روحن. حاجی بذار بریم، بذار تو رو خدا ما اسم خانومه شد. ایول 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 ایول. فاک تازه کاتسین شد. وای یه آهنگ خوبی داره پخش میشه که براتون نمیذارم شاید کپی رایت بخوره، ولی شت. وا بچه‌ها من حس میکنم یه پازلا ضبط نشد، یعنی سیو اشتباه آورد. خیلی معذرت میخوام از این بابت، خیلی معذرت میخوام. چند ماه بعد از اون اتفاق. گیتاروازاش میگه چند ماه بعد از اتفاق تمام اون خوابایی که میدیدم منو میبردن تو اون خونه. خیلی بازی فوق‌العاده‌ای بود. من بازم میگم معذرت میخوام بابت این چیزی که تو سیوان پیش اومد. یه سه اتفاقایی که نمیتونم تغییرشون بدم منو دیوونه میکن. اگه تموم نشدی
این ما بود، ایمایی خودکشی کرد. حاجی پشما. آقا باری کلا به این بازی. آفرین به سازندهاش، آفرین آفرین، خیلی خوب بود. خب رفقا اینم بود از بازی خیابان 9 بچه. بازی به شدت فوق‌العاده خوش ساخت، من واقعا خیلی خوب بود، یعنی میرینید به خودتون اگه یه بازی ببین. خیلی ممنونم که ویدیو ما تماشا میکنید. لطفاً حمایت فراموشتون نشه، لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه رفقا. این ویدیو رو برای دوستاتونم بفرستید. تنتون سلامت، جیبتون پرپول. تا ویدیوی بعدی، بدرود.